نه آر گرفته میتوند نه برای اون قدرش نمیرسد که مزد مهنتش در زمین است. معاش در فرش، نرخ‌ها در عرش. یکی از کاریکاتورهای کمشمارترین زن هجونگاری تاجیک است که مشکل امروزی جامعه تاجیکستان را تصویر کرده است. نصیبه نظرزاده در اثرهای خود با شیوه خاص مشکل جامعه را تصویر میکند. وقتی مثال کاریکاتوریست میخواهد که یک چیز پیشنهاد کند اون بسیار هم چیزی مرکب است، یک کمبودی جامعه است. اما وقتی کاریکاتور است میخواد با طریق حجم همون پیشنهاد کند. وقتی پیشنهاد میکند بسیاری ها اونا همچون حجم قبول میکنند. در اصل اون اگر در حقیقت گیریم اون حجم نیست، اون یک کمبودی جامعه است. نصیبه نظرزاده نازکی‌های رسامی را در دانشکده دیزاین و صنعت تصویری می‌آموزد. او دانشجوی سال سوم فاکولته صنعت تصویری بوده، همزمان در مجله دولتی هجوی خارپشتک فعالیت دارد. کاریکاتورا بسیارتر همون موضوعی که پیشنهاد می‌شود وابسته به همون اونجا در کمپانوفکا، چشم زیبا و بینی زیبا واجد نیست. جدا میشود که بینی شما دراز کنید. همسبقان نصیبه از کسب انتخاب نموده او آگاهی دارند و استقبال هم میکنند. بسیار کارش داریم. یک کارش باید موندگی کیا مرد کی روز بالای کاستیم و شورتی پوش، یک تا دیگهش مایکا داره و خرابش مایکا داره شورتی داره خرابه. بعد دو مرده که فربش هم قیفه میدم که مرده که فربش دختر بچه زن داده، مرده که خرابش دختر شده. نصیبه بعد از درس به اتاق کاریش میشتابد. در این جای او را کار زیادی منتظر است. او میگوید آغاز کار برایش خیلی مشکل بود. حالت‌های هم بودند که به حالت‌های روح افتادگی میافتاد. وقتی که میرفتم یکان جا برای یک موضوع را انتخاب کردن یا چی تصویر کردن یا اینکه یک کاغذ و قلم میگرفتم باید که من یکان چی تصویر میکردم یک راهگذر میآمد گویا که من در همین جامعه هیچ کس نیستم، همین تحقیر میکرد که این چیه منم همین را میتونم یا که تو کی رسم میکشی کار دیگر نیافتی، همین گپو میگفتند. اثرهای نصیبه امروز در مجله خارپشتک زیاد چاپ میشوند. اکثر آنها بازگوی مسائل‌های اجتماعی هستند. چند قبل نصیبه با دیپلم وزارت فرهنگ برای بهترین کاریکاتور سرفراز گردید. سعی میکند و امید است که سعی کوشش آینده چگویم نتیجه خوب دهد. هنری کاریکاتورنگاری در میان زنها کم رشد کرده است. از این خاطر رو آوردن نصیبه به این هنر یک پدیده نو ارزیابی می شود. نفری که با کاریکاتور رو می آورد یا میخواهد که همین وطنش فقط آباد باشد، یگان کمبودی نداشته باشه، یا که یگان نمیدونم حادثه شده است یا که چیزی شده است که بسیار هم سخت رسیدگیشه، میخواهد که همین با چی راهی نباشد یک ضربه به یگان کس به واسطه همون قلمش. نصیبه در آینده نقشه های زیاد دارد و نمیخواهد کسبش را از دست دهد. او از کارش قانع است و باور دارد که با این کسبش به جامعه منفعت بیشتری خواهد آورد.